ارتش ملی تاجیکستان تکیهگاه دولت و سپر پر اقتدار ملت می باشد. تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان توسط سیاست خردمندانه و عزم و تلاش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به میان آمده امروز با قوه بزرگ فراگیرنده تکنیک و تکنولوژی معاصر حربی، متخصصان ورزیده دارای قابلیت بلند ذهنی و عقلانی، مکتب بزرگ تربیت متانت و مردانگی، زیرک و هوشیاری سیاسی، وطنداری و میهن‌پرستی و سپر با اعتماد دولت و ملت تبدیل یافته است. باید تذکر داد که طی سالهای آخر شماره جوانانی که اختیاراً و با امر دل و وجدان به ارتش ملی سفربر شده ایستادند زیاد می‌گردد. این از یک طرف به از به میان آمدن شرایط خوبی بود و باش در قسم‌های حربی درک دهد، از طرف دیگر درک طلبات قانون‌های ملی عاید به عهده‌داری‌های حربی و تربیت و تندرستی شهروندان به حساب می‌رود. وعده می‌دهم که بر وطن خود صادقانه خدمت می‌کنم. ما جوانان ملت به صف مسلح جمهوری تاجیکستان حاضر شده می‌خواهیم وطن خود را حمایت نماییم. از خردسالی آرزو داشتم به قوای مسلح جمهوری تاجیکستان قدم گذارم. من به آرزوی نکم رسیدم و به سری بلند به پیش پدر مادر خدمت حربی را ادا نموده باز برمیگردم. چنین سطح آمادگی جوان پسران به خدمت مادر وطن خود دلیل خود آگاهی و تربیت وطن دوستی، تربیت خوب در عائله و کارهای فهماندهی به حساب می رود. پدر و مادران ضمن صحبت اظهار باوری کردند که فرزندانشان آینده حمایت کنندگان مرز و بوم وطن صادقانه به دولت و ملت خدمت کرده با سر بلند به نزد اهل عائله خود برمیگردند. سرم را به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده ایستادم. ما از شهر کنیبادام هستیم. برادر این سال 2023 خدمت حربی را تمام کرده آمد. شرایط‌های آنجا را دیدم، شرایط‌ها بسیار ناز. برای همین هم فرزند دویمم را با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح گسیل کرده ایستادم. یادآور میشیم که طی سالهای آخر در شهر و ناحیه‌های ولایت در دایره تقویت همکاری مسئولین مقامات دولتی وابسته به دعوت با مردم، بلند گردیدن مسئولیت جوان پسران نسبت به طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، دستگیری و غمخوری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به قوه‌های مسلح جمهوری، بنیاد و فراهم آوردن بهترین شرایط خدمتی و معیشی برای حیات شخصی، زمینه‌های خوب مادی و تکنیکی در جزء تام‌های ارتش، فعالیت نظررسی کمیسی‌های دعوتی و از همه مهمش پایداری فضای صلح و ثبات تاجیکستان صف جوانان اختیاراً به قوای مسلح شامل شونده می‌افزاید. امروز جوان پسران در محیط آرام و آسایشته در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به از خودکنی علمی حربی، تقویت تربیت جسمانی، صداقت به دولت و ملت فرا گرفته شدند، همزمان متانت و مردانگی، هوشیاری و زیرکی سیاسی را از بر می نمایند و به قدر زندگی آسایشته و پدر و مادر می رسند و در این عائله بزرگ جوان مردان شجاع تربیت می یابند.